قیمت یخ در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به صورت چشمگیری بالا رفته و مشکلات مردم از این ناحیه را افزایش داده است. شماری از باشندگان شهر شبرغان که هوس خرید 1 کیلو یخ را دارند با انتقاد از یخ فروشان میگویند یک 30 روپیه بود اول، ولی یک کنده یک 100 روپیه شده. فابریکه شبرغان رسانده نمیتونه، از مزار میرن 3 قات 4 قات قیمت سودا میکنن. هوا گرم است، این رقم مال انداختن یا بازار سیاه رو بیادن یک سر یخ. به خاطر که مازار نیست اینجا کمچین است، در خود در شبرغان پیدا چیزی که نمیتونه رسید که نمیتونه یخ. در شهر شبرغان قیمت یخ در حالی بلند شده که درجه حرارت از یک هفته به این سو از 40 تا 48 درجه سانتیگراد بالا رفته است. مسئولان شاروالی شبرغان میگویند که بازار آزاد است و شاروالی در این قبال کدام مسئولیت ندارد.